روزنامه کردستان کش آلی راگاندنا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا واتی برهف کرن. هجمارا خواه 624 بشه عربی و هجمارا 165 بشه کردی در کتیاو گهشتیا بردست خویناران. دروپلا یکم یا روزنامه ده برسوانی چروان بارزانی سروکی هرما کردستانه درباره بیرزیا حسن نصرالله امیندار گشتی ملیسین حزب الله لبنانه در حق پیشمرگو سروک مسعود بارزانی و گلی کرده گو آخفتنه گوتبو دبن سرناوه سروک مسعود بارزانی جیانا خواه تف دبر رزگار کرنا ملت خو روبروبونا ستمکاری ده در باز کر. هر وها برسوا حکومت هرما کردستانی جی نصرالله را گوتی دهاتیه بتنه پیشمرگه بروانیت بر گلی کردو حوله ده گریه و نتو آلی و کسندن و نویرککی وک نصرالله پچوکترک و کاربا زمان درجیان لسر سروک بارزانی بکه. هر وها لدوانا سکرتیر پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سعود المله گوگوتیه راپورتا کومیتا دیفچونا راستیان یا سر به حسده و نراسته سرباری گوتارا دسپیکی یا روزنامه دبن سرناوه انکسه و اتلافا اپوزیسیونا سوریه پیوندی و هفپاری جه خود گرن. دروپلا دوام ده جه روزنامه کردستان سالوگرا پینجان یا شهید بونا 4 پیشمرگین روش و یا 4 یا پیشمرگه کیدن جلشکر روش هر وها شهید بونا پیشمرگه روش مجدل محمد و هنکارو چالاکین انگسه لباجار قامشلو سرباری رواندنا پیده جه زاروکا که کچره 14 سالی و هولن خوکشنا دایگاوه جبروه کریاره هاتنا بلاف کرن. جوینا انکسه لإستانبوله لگل جیمز جفری گنگ شکرنا پدکسیج بو هلدانا آستا خوندنه لکامپا دومیز داخویانین مالباتین رواندین جالی پیده و بویر راپورتو پیشاتین داوی روژاوای کردستان و سوریه بگشتی. هجمارک چالاکین پدکسه گوتارو نرینو بابتین 24 نویسکار سیاست مدار شرووکارو روشنبیرن کرد درباره روشا سیاسی جواکی و لشکریان حال روژاوای کردستان درو پلندن ین روزنامه ده جه خو گرتنه. ده هجمارا 165 ده بشه کردیش روزنامه کردستان کوژی 4 پلان پیکتی درو پلا یکم ده دبن سرناوه دوی انکسه رولاخوا لعفرینه و سریکانی ببینه گوتارکان ویسکار سیامند محمد هاتیا بلاف کرن. درو پلا دوان دجی گوتارکان ویسکار جهاد عبدالله کو بحثا برسوا سروکی انکسه سعود الملا جدا خویانیا حسده دکه هاتیا بلاف کرن. ده هجمارا 165 ده جبشه کردیش روزنامه کردستان جالاکی هلبست گوتارن 6 نویسکاران هاتنا بلاف کرن. روزنامه کردستان روزنامه که سیاسی روشنبیری و جواکیه نیو مهانه جالی راگاندنا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و دیبر هف کرن. علی عمر